کسی از جاش نجنبد. نزدیک نشو. سینو گذار و جایت گذار. ایسته. بس کنید سینون گذار. خواهش میکنم نبرم رو این طرف گذار. سینون تو کردار نشو. سینون تو کردار نشو دور. نجایدی. پرانم گفتم. کردار نشو. نبرو رو سینون. تو کردار نشو بلا. سینون برو دف شو. با من رو برو نشو. کچه رزیل، کچه خاین، گذار به این طرف. گذار کچه خاین. بزانو گفتم بزانو. گفتم کردار نشو. نباز اینجا دف شو. گم شو از نظرم. نفهمی دف شو. دکتر یبلا. رزیل تو ما رو فروختی. تو را یک لحظه هم زنده موندن ممکن نیست. خواهیم که چی بدبخت. کلمات را عرضه کن. کلمات را عرضه کن گفتم. گوی زودتر. زودتر. با کی گفتم زودتر. این زودتر. زودتر. دمه خود را گرفت. با دقت باشد بچه ها. با دقت باشد. با دقت باشد. نترسید خلای دیلو مجده را حمایت کنید. مجده بر این خواهیم را. زودتر زودتر. مجده را حمایت کنید. زودتر زودتر. پرانه پرانه. با دقت باشد. خوددانهای احتیاط کنید. احتیاط کنید. بریده احتیاط باشید. پران میگویم. من با شما میدیم زینل خویی. ایست. مرو سر ده مجده. نه کجا سینون مرو میکشد. اگر نگریزم مرو میکشد مجده. ایست. با خدا او مرو میکشد مجده. من مردن نمیخواهم. باز یک چند زخمی ها هستم. مراد میمورم مجده. خونی بسیاری رفته است. حالتش بسیار وزن است. کجا ایست. مرو پراندن میخوام. اگر سخنانی مادر درست باشد تو حتی یک موچه رو کشته نمیتوانی برفی. ایست کجا گفتم. اکنون سینون مرو میکشد. دفشو. دکتر یبلا. دکتر پلیس. دفشو. از اینجا رو زود. مادرم رو سینو. این زن رو گیرو. دفشو زود. به مادرم به یک اونجا نمیروم. ابلا با اونجا دارمدی دیگر نمیبرایی. تو مادرم رو نگیرم نمیروم. نمیروم سینو. رو بکار. دفشو. وگرنه تو رو زنده نمیگذارم. شما هم پرانه نیستید. میمیریم و تسلیم نمیشویم. آنها رو نیست و نابود میسازیم. پرانه. زودتر. نه پرانه. نه پرانه. تاهیری زیلانو میمایم. نه پرانه. نه پرانه. نه پرانه. نه پرانه. بس کنه. رفتیم بیسترم. رفتیم. پراندم را زمان دیه. کجایی؟ چینه؟ پرانه. وقتی که سینون و آدمانش از یه رفتن ما فهمیدیم که آنها آگاه شدن. زود به اینجا آمد. کاری خوب کردید. خدا از همتون راضی باشه. خدا از فهم راضی باشه. من با شما نهایت گفته چی ها بودم. میگویی؟ چخیل نهایت. مگر این خیلی میشود. زینب رو نیافتی بیسرم. زینب در اینجا نیست. پراندم را بس کنید. کشا اومد. کشا اومد. پراندم را جوان دید. پرانه. کچا احوالت خوب است. زودتر از اینجا رویم. برمیگردیم.
تا مادرم رو نگیرم از اینجا نمیرم. میروی پسرم. پسرم چاره‌ای دیگر نداره. آنها از ما زیادن. آقای حامید راست میگه. رفتیم پسرم. برمیگردیم پسرم. به مادرم نمیروم. من هم برفینم را مونده میروم. خودت دیده ایستاده ای که علاجی دیگر نداریم. بیا رفتیم. زودتر بده خبر بگردیم. برادرم بده خبر بگردیم. خائنان کسان چه گریختن گیرید. حالا میبینید. بیچل بچه ها اینجا بیاید. زخمی ها را از اینجا گیرید. دختران در کجایند؟ به اینجا بیاید. دختران زودتر باشید. آدمانمون یرادار شدن. آنها را تبابت کنید. زودتر. اطاعت سینان. حاضر همه‌شان را میگرونیم. یک دمیز. زودتر نزدیکتر بیا. با من گوش کن. از نزد غار یک قدم دور نمیروی. اگر مادری دختر گریزد تو را زنده نمیمانم. رو کنم. زودتر. صحت میشوی. طاقت کن. صحت میشوی. او رو هم پراندن. جراحتش وزنی است؟ نخواد. کچه در کجاست مشته؟ کچه کجاست مشته؟ از تو میپرسم. کچه در کجاست مشته؟ سینام کچه گریخت. چه؟ گریخت؟ چل گریخت؟ ابلا گبزن میگویم. گبزن چشمت در کجا بود که او گریخت؟ وقتی که مراد زخم دار شد با هم مشغول شدم. بگو چی؟ دیگر میرم. خیر در جایم. خیر راه گرد. تو را میکشم. راه گرد ابلا راه گرد. تا با مردن هم نمیارزی. بچه ها باش. زودتر آیین. ابلا با این طرف گذار گفتم. با این طرف سینان استجا میکنم. من رو رها کن. به نزد پسرم ندارم. دم شو ابلا. سلاح را با من ده. اکنون خودت دفع شو. گرین سلاح را. او را در اینجا پاسبانی میکنی. اگر باری دیگر خطا کنی تو را نیست میکنم. آتش میزنم. فهمیدی؟ آیسته در گذاره. رویش را پوشید. چرا نگاه کرده میستید؟ نمیبینید که مردند؟ برده آنها را گرانید. زودتر. مرده ها رو نشوزه چطور رو میگرونیم؟ به دعا و جنازه؟ چکل دعا چکل جنازه ابله. تو چه میگویی؟ سینان خوبم را گیر خاموش. تا امروز چطوری که گراندید باز همانطور میگرانید. روید. دفع شوید. شما باشید. رفته با زخمداران مشغول شوید. الو توی بلا زنم موت نیست. حالا ایست دکتر. همه این بلاها را تو بسرم آوردی. نمیدانم که چرا سردارانم تو را حمایه میکنن. با من میبود تو را زنده نمیماندم. کایها خوراکی کرمها میشدی. دیلو لبای با بیماردا رو گذران. مایلش آقای طاهر. اگر خواهید با کلبچه‌تون رفته استراحت کنید. نمیخوام دیلو. آخر حالتون خوب نمی نموید. خوبم. کچه در کجاست خاله زیلال؟ در خانه من پسرم خسته می نمایی. رفته کمی استراحت میکردی خوب میشد. با من دیگر هیچگاه استراحت کن نگوید. فهمیدید؟ چی شد خاله زیلال؟ نمیدونم دخترم. با من دغلی کرد و رفت. با من همچنین کرد. برای مادرش غمگین است. انا دکتر آمد. مجروحان چه حال دارند؟ دکتر مجروحان چه حال دارند؟
همشون خوب بشوند انشالله. شکر. رئیس حالا هم از دو خبری نیست. باید زود به سربازان زنگ زنیم. خودت میدونی که تلفن کار نمیکنه دکتر. هر وقتی که ما به سربازان زنگ زدنی شویم تلفن شما از کار میبراید. من چیکار کنم؟ از کار برآمده است. تو هم به یک جای زنگ میزنی کی؟ در اینجا چی رو انتظاریم؟ در کجا بودنی مادرم معلوم. بیاید همه یک جای رفته او رو نجات دهیم. تو رو میفهمم، لیکن این آدمان زن و فرزند دارم پسرم. راست پسرم، خدا نگه داشت و ضرری زیاد ندیدیم. آقای زین الحق است. اگر از بینشون یگون کس شهید شود آیله‌اش رو کی صاحبی میکند داماد؟ نادرست نفهم پسرم. بله پسرم، زن و فرزندانشان به سرپناه میمانند. من بر شما چند مرتبه گفتم که بر ضد تشکیلات مبارزه بردن اهل دهت بیعقلی است. راست میگوید، من حق نیستم. حیات اینقدر آدمون رو زیر خطر گذاشتن درست نیست. بیچاره خیلی اذیت شد. کاش از دستمان می آمد و با او کمک میکرد. نمی آید. رفت پراکنده شده به خانه های داره. خیرت اینقدر تلفاتی زیاد ندادیم حمید. حق شد که پسرم گریه نکن پسرم، گریه نکن. مادرم در دستشون است، چی در گریه نکنم؟ شما چرا اینقدر برای دل برداری میکنید؟ گریه نکن پسرم، استراحت کن پسرم، بازی خط باش پسرم. برای چی با من مثل کودک رفتار میکنید؟ شما دایم او رو به یادم میارید. آخر شما مادرم نیستید، خاله زلال نیستید. مادرت هستم پسرم، اما گفتن نمیتوانم. گفتم که پسرم تو را به جای پسری مردم برات گذاشتم. مهرم به تو برای همین است. خاله زلال، خاله زلال، خاله زلال. داماد پسرم، ما به خلاصه آمدیم که سرداران ده رو جمع کرده به نزد جناب سبا رویم. به یگان خونریزی این مسئله را حل نمودن لازم. حاضر به نزد جناب سبا می رویم. بیایید رفته این کار را زود حل کنیم. رفتیم، زودتر می رویم. رفتیم. برای دام گذاشتن سنان. سیاد اسیری سید خود شد. برمش دکتر گناهکار، دکتر مثل ما است. اجازه دهید که او را نابود کنم. نمیدهم سنان. چرا او را کشتن ممکن است؟ او خودش کیست؟ این آدم کیست؟ سوال نده سنان. سردارانمون همین طور خواستند. نه تو و نه من حقوق سوال دادن رو نداریم. فهمیدی؟ خوش آمده جنابان. جناب سبا را دیدن میخواهیم. حالی رفته خبر میدیم. خب رفته خبر ده. تو اینجا من پسرم. بله پسرم، تو همراه ما نداروی بهتر است. پروا نکن. مادر دکتر حال هم در دستت. حساب برابر است. که اگر نقل کند احوالمان بد می شود جناب سبا. سرمان از بلا خلاصی نمی یابد، حالمان بد می شود. اگر نیتی گریختن کنیم به کجا رفتنمان را نمی دانیم. نترس، این ها سربازان با عملیات های دیگر مشغولند. به این نزدیکی ها به دهن نمی آیند. جناب آقای زینال همراه یک چند رئیسان ده اومدن. دارم با اونجا دارم. سلاحات را گیر. زودتر. وای 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 وای. خوش آمدید. مرحبا. خوش باشید جناب سبا. سلام علیکم. و علیکم السلام. خوش آمدید. مرحبا. خوش آمدید. باشید جناب سبا. مرحمت کنید. همه شمایان را یک جا دیده خوشحال شدم. مرحمت گذارید. خوش آمدید. مرحمت. ایوا چرا راست استاده ای؟ زود برای مهمان ها یگان چیز آماده کنید. یگان چیز لازم نیست سبا. مسیحتم را میکنیم و میرویم. مگر این خیل میشود آقای زینال؟ پسرم یک کرسی آوردن اینجا گذار. زود رفته تیاری بینید.
خوش آمدید خوش آمدید خوش آمدید از آمدنتان شادم. خوش آمدید. مرحمت کنی گپ زنید. میخواهیم که تشکیلات مادر دختر را همراه معلم زینب آزاد کند. فکر میکنید تشکیلات سخنی مرا گوش میکند؟ جناب سبا، ما همه چیز رو میدونیم. به خدا خطا میکنید. جناب سبا، لیکن مردم این طور نمیگویند. از نام برآوردن جان برایت بهتر است. آقای دکتر و معلمه برای این دهه ها کارهای خوبی زیاده کردند. دکتر حتی پسر شما را هم از مرگ نجات داده بود جناب. همه کردیم، با هم برادریم. یا تشکیلات این دو نفر را میدهد یا اینکه کار با خونریزی می انجامد. این را دانستمان جناب سبا. برادران، شما با من چنان گپ میزنید که گویا من آدمی تشکیلات باشم. ما گپمان را گفتیم جناب سبا. مادر دکتر و معلمه را برگردانید. معلمه را نجات دادن خیلی دشوار است. او شاید در آن طرفی سرحد باشد. سبا، دخترم را برگردانید. به من کمی مهلت دهید. من نیز کاری از دستم آمده را میکنم برادران. شاید یگان کار کرده توانم. چی گویم؟ خدا بزرگ است. زور ریکاردز تقدیم میکند. ای آچای جان تنی تو پردر شده است، رنگت به مثال زب فرازر شده. گم شده ای من دیگه نمیشه پیدا، او رفت و از روزهای نزدیک آلبومی نوی جمشید نیازنی رو میتوانید از استودیو زور ریکاردز دسترس کنید. او رفت و از این شهر مرا گذاشت تو تنها. او رفت و از این شهر مرا گذاشت تو تنها. اگر را کشم گریان شما میکند که شما میکند. چی شد آقای زینال؟ جناب سبا مهلت خواست. من خودم رفتم با همه صبر کن، انتظار میشویم ببینیم چی میشود. انا بعد کی بودن جناب سبا رو میفهمیم. باز خدا میدوند. شاید بیگناه باشد. به هر حال صبر میکنیم. رفتیم. حالا است دختر، یک روز نه یک روز تو رو میکشم. کاش من هم مثل تو یک فرزند میداشتم. انشالله روزی میرسد که شما هم صاحب فرزند میشوید ابای کیچه. این ناممکن است دیلو. من اکنون نه اویله‌دار شده میتوانم نه صاحب فرزند. برای من دیر شد دیلو. کاش در وقتش من رو به دوست داشته میدادند. لیکن ندادند. برای پول شدن ما را از هم جدا کردند. دیلو من میروم. کیچه یک دمیست به تو گپ دارم. پسرم وقتی به سویم داد زد قلبم بلرزه در آمد. اگر مادرش بودنم را میدانست مگر به من دغلی میکرد. کیچه یک دمیست. کیچه در کجا بودی؟ شما رو در نقطه طبی فکر کرده به اونجا رفتم خالای زیلو. کیچه دخترم تو گریه کردی؟
خلای زیلال از من رنجیدید خلای زیلال؟ نه پسرم، استغفر الله. مرا ببخشید خلای زیلال. خودم روی دوره کرده نتوانستم. مرا ببخشید. زیق نشو پسرم. مادرت انشاءالله از دست آن ظالمون نجات می‌یابد. شما هم زیق نشوید خلای زیلال. هم برفین و هم خدیجه روزی به نزدتون برمیگردند. براتم پسرم، او را هم از دست دادم. غم نخورید خلای زیلال. برای برات یگان کار کردن نمیتوانم، لیکن برفین و خدیجه رو حتما نجات میدهیم. برفین دخترم، برفین التجا میکنم مرا رها کن. کنشینید، بهوده زاری و تولو نکنید. با شما کمک کردن نمیتوانم. مجده، احوال مراد خوب نیست، تو را دیدن میخواهم. تو اینجا مان. کنی در جایت چی؟ مراد مجده، با تو یک چیز میگویم. گپ زن مراد. تو دختری بوی صوفی مرا به کفن و جنازه میگرانم. التماس میکنم مرا با مثل مسلمانان به خاک سپار. میدونم گناه زیاده کردم، لیکن ناامید نیستم. هدیه خاطرم پاکیزه رود. این آخرین خواهشم است. خواهش میکنم پی مجده. اینجا بیا، نبضش رو سنج. چه شده؟ مرد است. بدری، مراد مرد است. بیا برانیم. او رو کجا میبرید؟ و کجا میشد؟ برای گرانیدن. چی خیلی برای گراندن؟ زود باش مجده. مسلمان رو همین خیلی گرون. باز چطور میگروندیم؟ مراد وصیت کرد که او رو به طهارت و جنازه نگرونه. در اینجا هم ما را همین طور میگرونند. در کجا میگردید؟ این آدمان کجا شدن؟ در کجایم؟ در کجا میگردید حیوانها؟ کجا میگردید؟ کجا؟ همینجاییم سینو. در کجا میگردید؟ لبه سینو. تو در کجا بودی؟ مراد مرد، او رو برای گرونیدن برده. تو با مرده ای مراد چیکار داری؟ چیکار داری؟ تو باشید راه گردید. حیوانها گذارید. مادرم گذارید. مادرم گذارید. کجاست این زن؟ زن را گریزاندید. همتون را نابود میکنم. تو را باشد آتش میزنم.
کچا 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 چی میخوایی؟ برای خاموشی شدن من رو جر زدی. گپ زن آخر. تنها با تو صحبت کردن میخواهم. در کدام موضوع؟ چیکار میکنی؟ تو یک به من نگاه کن. کچه سلاح به دست. میدانم مرا گناهگار میکنی، لیکن خودت میدانی سببکاری همه این کارها پدرت است. بهانه نجوی یشار. من به خاطر تو شده تا به حال به کسی دیگر خانه دار نشدم. از خانه گریختم. تو را در کوه انتظار شدم. پدرت هر دویمون رو هم میکش کچا. از مرد ترسیدن عشقمان رو نابود ساخت یشار. من از روی تو شده سلاح به دست شدم. حیاتم سو. تو باشی چیکار کردی؟ کچا رو از فکر و خیالت دور ساخته اویله دار شدی. صاحبی زن و فرزند شدی. اما نتیجهش از یک طرف زن و فرزندانت یشار، از طرف دیگر باشد کچه سلاح به دست. حاکمتش معلوم نیست یشار. در باره همین گپ میزنیم یشار. من اویله کسی رو ویران کرده نمیخواهم. هر کس با راه خودش. چیزی که گویی حق است کچا، لیکن من تو را فراموش کرده نتوانستم. وای وای وای، عاشق و معشوق رو بینید. چی شد؟ چرا گریه میکنید؟ تو کاردار نشو. با تو چه فرق دارد که چرا گریه میکنم؟ ببخشید، به شما کمک کردنی بودم. دیلو مرا ببخش. انسانی در کوه زندگی کرده حتی طرز سخنرانی رو فراموش میکنه. با یشار روبرو شده، با هم صحبت کرده، از همین سبب گریه میکنه. در باره هر دویتون بسیار شنیدم. در دیگه پیوسته نقل میکردم. من آن وقتا خردسال بودم، لیکن در خاطر دارم آقای یشار بسیار عذاب کشید. بعد پدرش رو مجبورن اویله دار کرد، لیکن خوشبخت نشدم. به قریبی پسری کلانیش گریخته به تشکیلات همراه شد. دلو بگوی، تو دوست داشته داری؟ گفتن نمیخوایی، اما با کسی عاشق بودنت معلوم است. با تو یک چیز رو گفتنی هم که با قلبت گوش کن. از عاشق دست نکش. با او خانه دار شده خوشبخت شد. همه ای ارزوهای انسان عملی نمیگردن اپای کچا. دیلو داروهای کودک رو میدهی؟ البته آقای طاهر، البته. شما رفته استراحت کنید. جانکم. غم نخورید آقای طاهر. انشالله به قریبی هم مادرتان و هم زینب به نزدتان برمیگردم. نمیدونم دیلو، نمیدونم. آمدند. زود باشد، زودتر باشد. ابلهان این نهاده برا، زودتر. با یک چند نفر رفته آن زن را یابید. زودتر باشد. از پسش شوید. تل و تیپه نمانده همه جا را کابید. روید زودتر، روید تا نیابید بر نگردید.
روید ابلهانی نو دبرا. چی واقع ایلهام؟ پنیرها رو با ماشین بار کردن می‌آورند. این دفعه بارها رو در کجا پنهان میکنیم؟ از همه جای به خطر اینجاست. برای همین فکر میکنم در خونه شما پنهان کنیم بهتر است. شما میدونید که این خیلی خطرناک است. بله، اما حالا چاره دیگر نداریم. پنیرها به قلبی رسیده میآیند. چه خیلی که نباشد از این هیچ کس شبهه نمیکند. 1 ساعت پیش از نماز بامداد پنیرها رو به خانه بیار. اگر مبادا یگان کس دید برای زودروز تحفه فرستادن میگویی. فهمیدی؟ فهمیدم. ایلهام، یک زن از تشکیلات گریخته است. او برای آنها خیلی مهم بوده است. مایلش چه از تشکیلات یگان خبر هست جناب سبا؟ هست آقای زینال. به خدا به خاطر تو با تشکیلات جنجال کردن دکتر. معلمه رو نمیدهند، لیکن بر عوض کیچه مادرت رو برمیگردانند. کیچه به دولت تسلیم می شود جناب. خودت میدونی دکتر، آنها سلاح به دستند. از آنها ترسیدن لازم. از دستشون هر کار می آید. اگر کیچه رو ندهی شاید مادرت رو به قتل رسانند. از من تنها گفتن. بیارویم. چه؟ با فکرم اینجا نیست. من با دیگر دیگه اومدم. من دیگه آبی کلان رو می جویم. چطور به اونجا روم؟ جواب دیگه داخلی. خانم به تو جواب دادن نمیتواند. هم کر است و هم گونگ، هم از عقل بیگانه است. بیچاره. شما کیستید؟ نه ترس خانم، من امام همین دهام. من دهه آبی کلان رو می جویم. آبی کلان خیلی دور است. معلوم است که دوچار یگان ناخوشی شده اید و این جایها را نمیدانید. من مادر دختری دهه آبی کلانم. مادر دختر؟ بله. تا جای من میدانم مادر دختر را سلاحداران برده بودند. بله، لیکن من از دست سلاحداران گریختم. گریختی؟ من باید به دست پسرم روم. خواهش میکنم به من کمک کنید که به دهه آبی کلان رسم. در این بی وقتی رفته نمیتوانید. در تاریکی کوهها خطرناکند. امشب در خانه من مهمان شو. پگاه نفری را همراهت میفرستم. تو را به نزد پسرت میبرد. بیا با من. رفتیم. خانه من در آنجاست. خانم من در این دهه 10 سال بود امام هستم. از من نترس خواهرم. بایلش آقای امام، امشب مهمانتون میشوم. کاری درست میکنیم. بیا رفتیم. بیا. در حوله رئیس لطه سرخاویزان است، یعنی سربازان به ده آمدن. به ده رفته نمیتوانیم. حالا ایت مجده، اگر مادری دکتر به ده رفته باشد تو مردی. به ده رفتن یا نرفتنش رو از کجا میفهمیم؟ هیچ گپ نه، به خانه سبا میرویم. در آنجا شبا ما رو روز کرده یک بار وضعیت رو میفهمیم. خیزید همه تو میرویم. راه گردید بچه ها، راه گردید. یه قزبان اینها چی هست؟ چه خیلی که میبینه دیر بوسد؟ من اینها را دیگر فکر کردم. چرا اینها را آویختی؟ دافان اینها را تو چیکار کردی؟ چرا همه اینها سرخن؟ احمق بیفهم، از سرت مارد این رنگتم و لیبادتم. فهمیدی؟ رنگ ما سرخ باشد ابی من چی؟ دمت را گیر، مرا عصبی نکن. پدر با شما چی شد؟ باری دیگر به اجازتی من یکان لیباس نمی فهمیدی؟ اکنون اینها رو چرا خشک میکنم؟ اول رفته خانم رابیه رو میگیریم، بعد برای زینب مبارزه میبریم. اگر کیچه قرارگاه رو به سربازان نشان دهد زینب رو هم نجات میدیم. راست میگوی حامد.
لیکن آنها از کچه دست نمیکشند. فکر کردنتان بیهوده است. بهترش من رفته به تشکیل تسلیم شوم. نیه دخترم، تو را میکشند. برای نجات خانم رابیه راهی دیگری نیست. تو چی فکر داری دکتر؟ رفته بسا بگوید که کچه رو به تشکیلات می سپاریم. این چه می شود پسرم؟ کچه را دیده و دانسته به سوی مرگ می فرستیم؟ خودت گفته بودی که برای آرام و آسودگی منطقه کچه را باید به سربازان سپاریم. ها داماد گفته بودی که معلومات های دانسته کچه خیلی مهمند. مرونو درست فهمیدید. نخود که چرا به سوی مرگ فرستیم، این از روی انسانگری نیست. میدونید من یک فکر دارم، با اونها دو میگذاریم آقا زینب. آدمانمون راه کمی پیشتر به جایی که کچه را باید دهیم میبریم. اگر سینان را با آدمانش دستگیر کنیم، کچه را با آنها نداده زینب و مادرم را گرفته میآییم. انشالله شاید برفین رو هم نجات دهیم. البته. اپای کچه مادرتون اومد. مادرم اومده. بیایید رفتیم. مادر دخترم، مادر جان کچه در اینجا بودنم راست جو فهمیدم. همه این را میدانند. کچه در دهه آبی کلان است میگویند. به سربازها تسلیم میشوند میگویند. مادرت قربانت شود دخترم. اگر مثل گفتت شود برفین را هم گرفته بیاریم. همین طوری پسرم. البته خاله زیلال. تشکر. یعنی تسلیم بشوی. خوب فکر کردی. او هم خواهرت حساب میشود. دختر جانم. همش با عیبی. ان همین ابله شد جناب صبا. کاری بد شد سینان. از پسش رفتیم لیکن گویا به زیر زمین فرو رفت. یک باره نیست شد. من با سردارانم وا خوردم. بری وزی مادری دکتر کچه رو گیرید گفتند. این زن حالا در کجاست؟ در دهه آبی کلان. شاید که ها به نزد دکتر رفته باشد. این طور که باشد کچه هم به سربازان تسلیم می شود و بعد حیاتمان می سوزد. ایست. اگر چونی می بود دکتر داد و گریفت رو رد می کرد و به رئیس هم خبر می داد. آن زن به دهن نرفته است سینون. السلام علیکم. و علیکم السلام. السلام و علیکم السلام. السلام علیکم آقای امام. خدا از تو راضی باشد پسرم. پنیر خدا را سحری بر وقت اینجا می شود. با دقت باشید، کسی شبه نکند. اگر دستگیر شوید نقشه 100 ساله همون برباد می رود. خاطر نشوید، همش خوب می شود. باری اول نیست که این کارو میکنید. چی نگاه میکنی؟ کنی رو از اینجا. رو گفتم. دف شو از اینجا. دف شو. آبلا. تو کسی؟ از من چی میخواهی؟ خدایا مرا از این دیوانه نجات ده. باید هرچی زودتر مادری دکتر رو یابیم سینان. میدانم جناب صبا، میدانم. جناب آقای زینال و دکتر می آیند. باز پیدا شدن. زودتر آنها رو هیچ روز ندادن. زودتر بیا مجده. وای مرحمت درایید. مرحمت گذشته شدید. مرحمت. وقتی نشستن نداریم جناب صبا. برای با شما شرطنامه گذاشتن آمدیم. خب بسیار همکاری خوب کردید. ما یک شرط داریم. چه شرط؟ کچه رو نمیکشند. با خدا اینش در دست من نیست دکتر.
من در بین تنها یک میانه روم، لیکن شرطتان رو میگویم. مادامی که چنین است از شما خبر را منتظر میشویم. مایلش شما از من خبر را انتظار شوید. ایباد مهمانان را گسل کن. خیر خوش آمدید. رای سفید خوش آمدید. باز بیایید. سینان برای کیچه رو دادن راضی شدن. برای واسش ما چی میگیم ها؟ اگر کیچه رو گرفتن نتوانیم سرمان در بلا میماند. معلوم شود باوری دارم که آن زن حالا هم در دستی من است. یعنی چی طور؟ نمیدانم که کیها گریخته است. خیل مجده خیز. نگرید اگر سری یگان کس را این تا پوشانده بریم دکتر از کجا میفهمد که او مادرش نیست؟ یک نفر را مثل مادری دکتر میکنیم و تمام. از دور نمیفهمند، لیکن وقتی که نزدیک آمد میفهمند. که چرا بینیم کافی جناب سبا از دور او را به قتل میرسانیم. تمام. این وقت برای تشکیلات مرده و زنده کیچه یگان اهمیت ندارد. گیر خور نهاری نکرده میروی یشر؟ نه نمیخورم دیر میمونم. من رفته کمزیلت رو بیارم. شیر بچه خواهی پدر یشر هوا خونوک از کمزیلت رو پرس. تشکر پیچه پدر جان همراهه. نه یگان وقت دیگر. پدر جان روه. نه پسرم دل ماندن خوب نیست. یگان وقت دیگر. مایلش بخیر است انشالله. زنجه چکار میکنه پیکیچن؟ او زن دارد این نیست مده؟ تو چی ها میگویی؟ چلای؟ آقا یشر اویله دارند. اگر زنش فهمد میدونید شما رو چکار میکند؟ تو چی گفته ایستاده ای احمق؟ چی شده است؟ بگذار شنود. ما را دیوانه نکن که از دهانت میپرانم دختری رئیس. تمام اپیکیچه با خدا دیگه چیز نمیگویم. کیچه زود باشید های دیوانه تو در اینجا چی میکنی؟ کمی را از اینجا داشو دیوانه ابلا. چی شدی هم؟ نه هیچ کم نه. باز همون دیوانه. مسئله رو حل کردی؟ حل کردم. یکون کس شما رو تعقیب نکرد. هیچ کس تعقیب نکرد. بیاید آهسته تر احتیاط کنید. بیاید به انبار درارید. احمق رو شما چکار کرده؟ احمق مبادا اگر میترکید از تو نگاه کردم میآید. در اینجا چی کرد؟ آوازتان رو شنیده خواهد شدم. در اینجا چی واقعیه؟ درو گفتم خانم درو. خدایا من به کجا افتادم؟ این آدم ها کیستن؟ نقشت خوب لیکن برای کیچه را پراندن یگان نشانزنی ماهی لازم. مرزا لابا سینم انا همین پهلوان از عهده کار میبرد. جناب سبا شما کیچه را مرده فکر کنید. خوب پهلوان آفرین. رفته خوراکت رو خور. بخیر است زیکو؟ جناب میخوام پرسم که یگان چیز لازم نیست. نه لازم نه. خب اشتهای تام. به شما اشتهای تام. با کجا مجده؟
رفته کمی استراحت میکنم سینان. وقتی که پرنده بری خوردی عقلت هم مثل پرنده میشود. تو دختر رو با حالش گذار سینان. وقتای آخر از حد گذرانده ایستاده است. از او زودتر فدایی آماده کرده خلاص شویم بهتر. خدایا من در کجایم؟ از اینجا گریختن لازم. در محکم است. باید راهی برآمد باشد. کچه دخترم بیا به خانه درا کمی خواب کن. از این پس جای خواب من بین 4 دیوار می شود. خالای زیلال برایتان خوراک آورده بودند. تشکر. اشتها ندارم دیلا. بسیار فکر نکنید. انشالله پگاه مادرتان نجات می‌یابند. پگاه چی شدنش را نمیدانم دیلا. اما پگاه برای همه روزی دشوار می شود. اینجا خانه تشکیلات است. امام هم آدمی تشکیلات بوده است. مرا ترسان بید. در اینجا چیکار میکنی؟ شما رو میپرسند. تمام اکنون رفت. تمام. تلفنات را خودم میارم. تو را کسی نبیدم. اکنون کارهایم را یک سو گذاشته انتظار شوم که کی زنگ میزند. انا الو رئیس. شما را خیلی پزمان شده با آقای عثمان. در کجاها میگردید؟ شعباز با من گوش کن. مادر دختر دهاتون از دست تشکیلات گریخته. خود چی شده از پدر؟ هیچ چیز نیست. نباید اینجا. رو گفتم آقای عثمان یک دقیقه رو برو گفتم اینجا. برو بیرون برو. الو عذر میخواهم. این را از کجا میدانید؟
زن در خانه من از شعبوز رفته به تشکیلات خبر ده تو اومده او رو برم. شد فهمیدم. من خبر بدیم. گوش کنید با چه کار مشغولید؟ یا اینکه حال هم به طهارت نماز میخونید؟ به امامی به طهارت نماز را واس نگر. من که طهارت داشتم که حاضر طهارت داشته باشم. ای میلش حالا وقت شوخی نیست. تو بازدید. که سلامت باشه. تو بازدید. اوه پدر شما این تلفن از کجا افتید؟ کارت چی ها؟ گوش کن اگر در این باره به یگون کس گویی زبانت رو کنده میپرتایم. دانیست ما فهمیدم پدر به هیچ کس نمیگویم. با فکرم خبر آوردم. سینان زیروزی در خرابازار میشد آقای دکتر. مادرم رو هم میارن. ها از دخترم از زینب یگان خبر نآوردی پسرم؟ نه معلم رو نمیدیهن. چو آقای حمید سیخ نشوید. اگر سینان رو دستگیر کنیم زینب هم نجات بیابد. بیایید هرچی زودتر به خرابازار رفته جایهای ما رو گرفته خاینان رو متصل شویم. کاش صفمون از این زیاد میشد پسرم. صفمون الکی زیاد شد. همه ایمان نیز با شمایه. السلام علیکم. و علیکم السلام. سلام خوش آمدید. من هم رفته آدمانم رو میارم. میلش روید. بید رفتیم. من به درون میدارم خدای زیبا. که چه؟ تو میترسی؟ نه خود آدمی در کور گشته ترسه. من میترسم که سینان باز یگان نغمه نکند. گیر کنی میرزا خودت را نشان ده. خواهین را به قتل رسان. پروا نکنید سینان. همین خیلی میشود سینان. حتی دکتر مادرش را نمیشناسد. آفرین مجده آفرین. سیمان اینجا بیا. یک گپی مهم دارم. بخیر از جناب سبا چی شد؟ رئیس دهه آبی کلان زنگ زد. مادر دکتر را یافتند. چی گفتید؟ حالا در کجاست؟ در خانه امام دهه قرطاش بوده است. آن امام کیست؟ آدمی ماست؟ تا امروز باری هم نامش را نشنیده بودم. اینش را من هم میدونم. تو این را کسی که نباشد به ما چی؟ به فکرم از دوستان رئیس است. مهمش مادر دکتر باز در دست ما اول رفته کاری که چه خواهی را حل کنیم جناب سبا. بعد از پس مادر دکتر بشویم. منو که چه همینجا انتظار میشویم. آدمان اطراف رو با میتونیم در را احاطه کنند. وقتی که سینان آمد اطرافش رو احاطه کرده در را محکم کنید. سینان یگان راهی گریز نیابد. بله نباید راه یابد. بغیر از تسلیم شدن دیگر چاره ای ندارد. 2 نفر را همراه دکتر مانید. دیگران همراه من. رفتیم برادران. رفتیم. آقای یاشار شما من همراهی که چه هستم. کی میدونه چی میشود؟ در یک جای نزدیک پنهان شوید. فهمیدید؟ فهمو. بیایید رفتیم. کاش من هم با آنها میرفتم. از دست شما چی میآید خدای زلال؟ پسرم طاهر را تنها نمیگذاشتم. شما آقای طاهر را مثل فرزند دوست میدارید؟ ها البته دوست میدارم. لیکن خدای زلال با او مثل فرزندتان مناسبت میکنید. آدمان آقای زنل کجا شدن؟ برای چی در ده کسی نیست؟
کیچه رو داده خانم را بیارو میگیرند. به من گوش کن. این دکتر بر زیر تشکیلات سر بالا میکنند. فراموش نکنید که یگان روز بر سری هممون بالا میآرند. رئیس، به این هم تشکیلات بلاهای زیادی را به سرمون آورد. زود باشد بچه ها، زودتر. آیسته استید. میآیند، در آنجایند. میرزا اینجا بیا. لا سینو. فراموش نکن اشاره هم را انتظار میشه. بله سینو. رفته جایت را گیر. کنی رو زودتر باش. بندها را سوس بندید که کشادنش آسان شود. نترس، هیچ چیز نمی شود. وقتی صدای تیربارانی رو شنیدی خودت رو زود به زمین پرتاب. زودتر مژده، زودتر. با دقت باشید. چی میخواهی؟ منو در همینجا انتظار شوید. دقت باشید. احتیاط کنید. تو در اینجا چیکار میکنی دیوانه نه آقای امام، بلکه مبارزه بر ضد جنایتکاران. بدمین گذار. بدمین گفتم نجون بچه‌ها. خاموشید نجون بچه‌ها. من ایمام میده خراتوش. برای جاسوسی کردن با دولت‌های خارجی و فروش یراق و اسلحه و ماده‌های ترکنده دستگیر شدید. امام جاسوسی کند و دیوانه‌ها بیکارستند؟ در اینجا آقای امام دیوانه‌ها زیادند. از من چی میخوایی؟ من چی گناه کردم؟ 10 سال است که زیر نظارت قرار داری. اگر گناهایت را حساب کنیم باز 10 سال دیگرمان میگذرد. رهایم کنید، من بیگناهم. من را مجبور کردن. من امامم، باور کنید من. یعنی بیگناهی؟ برای که کار کردنت را میدانیم. نه تنها امام بلکه یک جاسوس دولت‌های شرق بودنت را هم میدانیم. خلق ترک را با کرد و کرد را با ترک دشمن ساختنت را هم میدانیم. بدین بودنت را هم. در انبارخانه یک زن است، او را بیارید. اینها را برید. در انبارخانه کسی نیست سردار؟ چهل نیست. دیدم هیچ کس نیست. خانم چرا گریختید؟ گذارید جایهایتان را گیرید. با دقت باشید. کیچه خاموش ایستید. چرا روی مادرم رو پوشوندند؟ دکتر، ببین مادرت را آوردم. بیار. اکنون که چرا فریست؟ سینان، چرا روی مادرم رو پوشوندی؟
نباید جای آمادهش را بیند دکتر. مادر خوبید؟ مادر جواب دهید. خوب هستید مادر؟ مادر جواب دهید خوبید؟ دهانش بسته است، جواب نمیدهد. سینان روی مادرم را کشو. رویش را خودت میکشایی دکتر. خالای را بیارو فریسینون، من میروم. بیا که چه خواهین بیا. سال 2011 در مرکز پرودوسری سیما پروداکشن از ترکی و تاجیکی گردانده شد.